الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ببینید اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید آیا برابر هستند کسانی که میداند و کسانی که نمیداند؟ نه خیر، هرگز برابر شده نمیتواند. پس او استادی من و تو از من و تو طرف بالاتر میداند، خوبتر میداند، بهتر میداند که ما در پیش از او شاگرد هستیم. پس احترام کردن او استاد بر بالای من و تو واجب است. بعد از پدر مادر اولاترین حق را بر بالای من و تو استاد دارد. از این خاطر احترام کردن استاد بر بالای من و تو چی است؟ واجب است. این را هم باید داشته باشین که احترام به استاد احترام به علم است. به احترامی کردن به استاد بی برکت شدن علم من و توست. اگر من و تو به استاد خود احترام داشته باشیم، این به این معنا نیست که یک شخص برای ما درس بدهد و ما استاد ما باشد. نه خیر، یک کلام خیر را از دهن یک استاد، هر استادی که باشه، چه استاد انگلیسی باشه، چه استاد پنتون باشه، چه استاد قرآن کریم باشه، چه استاد ورزش باشه، هر استادی که باشه احترام کردن از او بر بالای من و تو واجب است. یک کلام خیر را از دهن یک استاد میشنویم، اونو برای من تو استاد محسوب میشه، حساب میشه. باید ما در مقابل استادا با احترام و با ادب باشیم.